سلام علیکم دودر. ما با خواهش خودم انا با شما را تلفن کنم که مقصد که بچه مرا بیاوین. 4 ماه بچه ما درکش نیسته، نمره تلفنش هم نمیدونیم. امروز هم میپرسیم یگون کس نمرش نمیدونه. در جای کارش هم وجود نداره، نمیدونن کجا رفتگی. بچه ما خودش کسلی بوده. ای همو بانکی روسیه یا تشکیلات همو مهاجرات را سوم میتن، ای همو سوم گرفته بود. انا سومش پراتین خورده است. هر ماه مده تلفن کرده استم با اینا او شوا تلفن ممکن که پراتینتش انا بلند شدگی. ای نمیدونیم چیکار کنیم. مقصد که هم بچه مرا بیاوی دودر جان، درک شبیاوی. مقصد زنده باشه مدام برای که نه 4 ماه تلفن نمیکنه. این ماه هم مکشتگیه. بچه ما خودش مزش نبودک بچه مرا. انا کسل بودک، نمیدونم یگون جوده کسل خواه، یگون جوده چیه. یک بار بالنیسی ده غلطی ده بود، چند ماه پس درکشه یفتیم. یک مردک برده نگاش که انا با 4 ماه دیگه درکشه نداریم. دودر جان نیتیموس هم درکی بچه ما بیوی. السلام علیکم برادران عزیز. پسرکی که در سنت پتربورگ در مترو گم شدگی بود پیداش کردیم. رحمت برای دستگیریتون. رحمت اکای بابا جان، الله نگهبان همتون باشه. سلام دوستان عزیز، خدا نگهبانتون باشه. خیلی که مادر گپ زد، فرزند گم شدگی اکایش اومده طولی 4 ماه میشه. نگاه کنید دوستان، الحمدلله با دست و یاری خداوند و دستگیری شما چیکار کردیم. یک مادر یافت شد. این بچه که دینم مونده بود این ویدیو شوا یافت شد با یک برادر دیگه. 3 کس یافت شد. خب اکی برادر دوستان مهربان خواهش میکنیم دستگیری کنید. توی برادرم یافت شد. مادرش خیلی عزیق خشتوارش نسرینو نیست. خاک با سوال جواب میکنه یک جا یافت شد، یک جا شد. بعضی چیزایی که متاسفانه گفتاش نمیتونیم که از کجا یافت شد چه شد، اما دروغ نیست. الحمدلله یافت شدن. بعضیش خیلی ویدیو کردم پارتم، بعضیش دیگه راضی نمیشن، بعضیش با سخت منم ویدیو ما ادیت کنه در جایی که بگن الحمدلله خیلی یافت شد برادر. همین اولش خداوند و کانال شما و برادری که ویدیو رو پهن میکنه دستگیری میکنه همین سبب شدن که یافت شد. خیلی الحمدلله. خبری بعد ما مسئله برادری که ناو گم شدگی نول پگا باید تیگه میپرتیم. نمیدونم بسیارش کم کم عشق با اون دولت جنگ رفته است. اینوش نگیریم بسیارش عشق با اون بسته است. ودای نوشگیری اون سوم احتیاط کنی. فکری خطونا پدر و مادر و فرزندات تا کنی. خداوند صبر جمیل بده شخصی که خشت آورش گم شدن. السلام علیکم دوستان عزیز، دیده خدا که الحمدلله با یاری خداوند و دستگیری شما یک خواهر یافت شد، یک برادر یافت شد، با یک دادر دیگه یافت شد. یعنی که دادری که در سنت پتربورگ بود خیلی مزهش که نبود رفت ایسوسه گریف والنسا یافتنش خیلی همیگلان که یافت شد. برادری که مقصد گپ زد صاحبش بود. از شما خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید. خیلی مادر گپ زد، مسئله فرزندش به حد ضرور است، به خاطر خدا پهن کنید. خوب دوستان مهربان، چی گفتنیم؟ هر یک کاری که ما میکنیم حرکت میکنیم با خاطر خدا باشه. هیچ خیر فکر مناید دیرم گفتیم گپا وجه نیست. ما قرار داریم در پرسپیگ میر دوستان مهربان شنبه و یک شنبه ما در پرسپیگ میرم روزانه. هر شنبه یک شنبه میجام خدمت که اگر مقصد خیلی برادران مقدران نگن که ما فلانی مو گم شده، فلانی ایتا شده، کار دارم، رکلام دارم، بیا برادر عزیز من از یگان تا شما ان شاء الله سوم نگرفتم اینا میگیرم. بیا دبرم بشی با خاطر الله رکلام میکنم. بگی چیزی که اصلا داری کارخونه داری کارگر در کارتای با خاطر خدا هستن. خب чтобы پگاه لیشنی رازگوار نشه. در همه کار مینوسه هست پلوسه هست. منی که متاسفانه بچهای ما چه مینوسه پلوسه درست سرش مینوسه را نگاه میکنه. کار باشه، رجیستراسیون باشه، چیزی باشه مینوسه میکنیم. یا حرکت کنیم که همه وقت چیکار کنیم طرف پلوسه را بکنیم. همه کار کی بگه که هم کار به مینوسه دروغه. همه جو سختی داره. خب مثلا حج گفتیم و الحمدلله پگاه حج میپرتیم که آخری ماه چند آدم در کار نرخ نواش چه. مسئله کاری خودمون که ما اسپیسکا کردگیم الحمدلله
کم میگم جو برادر عزیز میتونه بیای پجامه کنی یعنی که فیتابوچکا بعد فیتابوچکا دوش بعد دوش مساج بعد این بانکو 2000 میسپاری نمک تامین است خدا نصیبت میکنه صاحبی خانه خدا دیدارش میشه میرد خوب دوستان از هجامای ما خطی داروهای ما همش در چیان در پراسپیک میر و این چی قرار دارد تمامی نمودی داروها برای کیرم برای کودک ها برای کلان سالا کیریش پیشکم کینو که برای دردی تایپو سویچا برای مقصد کسالیای خنک زدگی و اسپالینی خاک میبخشه ایزونی گفتی ارسو زوراجینی برای گیمرای هستای برای پشم ریزوندن شامپونو تریچاپ این مساژنیکای به حد مساژنیکای خوبم هست الحمدلله به حد مساژنیکای بسیار واردگیان و همه شهر دستخوش هستن چیکار بک شده میشه خلاصه از اینکه دوستان میتونه به همه رقمای در روی 93 موندگیان به همه زنگ بزنید ان شاء الله زکاتونو بکنید و همه جا روانش کنیم ان شاء الله خلاصه یا یک گیرم کردن نتونستم انا کرون ها هستن برای واسپالینی جای نماز ها برای عصب هستای برای نروی انا همین دارو ما نشون میدیم کدمت که کسل برای نروی داری برادر عزیز نروی اسپاکوی تلین یا که افکت این به حد خوبه کدم استفادهش بردگیه به حد خوب است میتونی ان شاء الله زکات کنی برای دیابت خام برای کسری ساخر دیابت برای ویتامین در کار باشه اینا برای ویتامین هست دوستان مهربان ویتامین های خوب هستن بعد برای خواهر و بیسپلود هم هستن و برای خواهر و مادر به حد چیز خوب داریم اینا برای بیسپلود موزیکای ایژنسکی این به حد خوبه دوستان مهربان میتونه زنگ بزنی زکات کنی پلوس این برای مقصد زنها برای مادرها هستن به حد بسیار برای چی میگن ماستید کدمی که خواهر و مادرها میدونن ماستید چی است بعضی دخترها میدونن ماستید برای یعنی که شیر کلا میزنن خیلی خلاصه همچنین داروها هم هستن پلوسی برای یعنی که پوست سفید میشه و اگر میبخشه کسی هم کسل داشته باشه پیست چی میگیم بلاد تاجیک خمو این چنین مزها هستن دوستان برای جگر هستن برای جگر برای خیلی دیزادرانت‌های خوب هستن بعد اینا دوستان عزیز منترین برای بغم اینا بغم دردها برای میان برای پا اینا برای زانوها اینا منترین‌های خوب هستن همین نرخ نواش به حد دسترس هم برای گرده ها من اصلا میبخشیم دهقانی هم بیایم ایال هم میگیریم بیجاش برای گرده اینا برای گرده هم دوستان هستن همه ای فیرمای سونامی دیان میتونی نرخ نوا رو مقایسه کنی بعد زنگ بزنی بگیری خب اطراف که با واسطه پشت میشه به همه شهر یعنی که ایندکس تراوی میکنی میگیریم ان شاء الله با خاطر خدا رویش میکنیم خوب دوستان مهربان اومگا برای اعصاب 4 نیتمی در کپسولاش هست روغنش هست اپیدمی پاستا این امپیلوس چندش مو 1000 روبل امپیلوسش 1000 روبل با چه گفتین شما گفتین کتاب قرآن چنده کتاب قرآن نخم 700 روبل ارزان شد 700 روبل نه 600 سوم اینا کتاب قرآن 600 روبل دوستان عزیز کتاب قرآن یعنی که با تجوید الحمدلله همش با تجوید خب با چی بگم اینا کلام الله چند است 1900 1000 چند 900 1900 بله 3 в одном چه قیمتش داره هم کریله هم ترکیه هم عربی اینا با کلام الله کتاب کلام در روسیش مو قنار خناوشو نمیدونم هم دادن همش میگم با چی شو نشون میدیم ماشینکار خون ماشینکار چند دیان 500 روبل اینا ماشینکار هستن 500 روبل دوستان مهربان بعد اینا دوستان باید سیگار روغن مرچا یعنی که نگاه کنید این دیزادران تا بسیار میدونه یعنی که میشپی برای موها میرزونه بعد یه روغن مرچا میرزی تا که دیر موه برویا خلاصه از اینکه تمام نمودی داروها دیده میشود خدا نگهدار تو خیال میکنم که بعد برای موی سر برای آدمای کالر این میناکسیدیل پلوسیم نیزارولیکش اول بعضی آدم میگن خودت چون نمیشه که درمان میشه بعد برای آلرژی کدوم آلرژی داشته باشی آلرژی هم هست اینا دوستان همین سونامی در فیرما هم اینو داره خلاصه برواردش نتونستم خلاصه سلامت باشی ویدیو کم کم دهقانان اشغال نداره قرآن تبیدگی هجامه همه خدمت رسونی باز میگم روز شنبه یک شنبه من در همین جمع کدمت رکلام داری کدمت یعنی خونه فروشی داری کدمت یگون کس خدا گم نشوه اگر گم شدگی باشه دوستان مهربان من انتظار شما در مترو پراسپیک میر در رقم 93 زنگ بزنید کدمت صحبت داری سخن داری بیا ای پیش صحبت کنیم خاطر شما در خدمت شما السلام علیکم و رحمت الله خدا نگهدار